برآوردگر حداکثر درست نمایی خواص خوبی داره که این خواص جذابیت زیادی برای این روش ایجاد کرده. خاصیت اول یا قضیه اول بیان میکنه که برآوردگر حداکثر درست نمایی دارای توزیع مجانبی نرماله. asymptotically نرمال، به صورت مجانبی نرماله. approximately نرمال، به صورت تقریبی نرماله. این برآوردگر در نمونه‌های بزرگ دارای توزیع تقریبی نرماله. دقت بکنید که در نمونه‌های کوچیک توزیع این برآوردگر لزوماً نرمال نیست. توزیع دقیقش در نمونه‌های کوچیک لزوماً نرمال نیست. در حالت کلی در نمونه‌های بزرگ این خاصیت برقرار. برآوردگر حداکثر درست نمایی دارای توزیع مجانبی نرمال با میانگین تتاست. یعنی این برآوردگر به صورت مجانبی ناقریبه. در نمونه‌های کوچیک لزوماً ناقریب نیست. امید ریاضی این عبارت لزوماً تتا نیست، اما در نمونه‌های بزرگ دارای میانگین مجانبی تتاست. تورش این برآوردگرم که این عبارت بنا به تعریف هست هم ارز A تقسیم بر N. A یه پارامتر ثابته، لذا با افزایش N تورش با نرخ 1 انوم کاهش پیدا میکنه. در نمونه‌های بزرگ این تورش تقریبا برابر با 0. این علامت همارزی هم به این صورت تعریف میشه. بنا به تعریف f1x همارز f2x وقتی که x به سمت x0 میل میکنه. اگر حد تابع f1x به f2x برابر با 1 باشه زمانی که x به سمت x0 میل میکنه. یعنی در x های نزدیک x0 این دو عبارت تقریبا برابر میشن. مطابق خاصیت اول، برآوردگر حداکثر درست نمایی دارای توزیع مجانبی نرمال با واریانس معکوس اطلاعات فیشره. این همون نتیجه‌ای هست که قبلا هم بهش اشاره کردیم. فقط میخوایم تاکید بکنیم که این عبارت واریانس مجانبی برآوردگر حداکثر درست نماییه. یعنی در نمونه‌های بزرگ واریانس برآوردگر حداکثر درست نمایی تقریباً برابر با این عبارت میشه. در نمونه‌های کوچیک لزوماً واریانس برابر با این عبارت نیست. به علاوه انحراف معیار این برآوردگر استاندارد دیوییشنش زمانی که n به سمت بی‌نهایت میل میکنه هم ارز b تقسیم بر رادیکال n که b یک کمیت ثابت. اینجا بهتره که بنویسیم از n به سمت بی‌نهایت میل میکنه. در اینجا هم باید این عبارت رو می نوشتیم. بنابراین انحراف معیار با نرخ 1 روی رادیکال n کاهش پیدا میکنه. بنابراین نرخ کاهش تورش بیشتر از نرخ کاهش انحراف معیار وقتی که n به سمت بی‌نهایت میل میکنه. به همین دلیل گفته میشه که خیلی ما نباید نگران این تورش در نمونه‌های بزرگ باشیم. یعنی هرچند این تورش میشه در برخی موارد مثل تخمین واریانس تصحیح هم کرد، اما ما نباید نگران اون در نمونه‌های بزرگ باشیم، چون در نمونه‌های بزرگ تورش در مقایسه با انحراف معیار قابل اغماضه.
لذا بر اساس این خاصیت ما میتونیم استنباطهای آماری معتبر برای تخمینهای حداکثر درست نمایی در نمونه‌های بزرگ انجام بدیم. به طور مثال فاصله اطمینان تقریبی 1 منهای آلفا برای تخمین حداکثر درست نمایی به این صورت در نمونه‌های بزرگ تشکیل میشه. خاصیت بعدی بیان میکنه که برآوردگر حداکثر درست نمایی سازگاره. یعنی پلیم یا حد احتمال این برآوردگر برابر با تتاست، برابر پارامتر جامع است. البته اگر یه برآوردگر به صورت مجانبی نااریب باشه معمولاً سازگارم هست، اما این دوتا یعنی نااریبی مجانبی و سازگاری یکی نیستن. در هر صورت در روش حداکثر درست نمایی هر دو این خاصیت ها برقرار. به علاوه میشه ثابت کرد که برآوردگر حداکثر درست نمایی کارایی مجانبی داره. یعنی بهترین برآوردگر در میان کلیه برآوردگرهایی که توزیع مجانبی نرمال دارن و به صورت مجانبی نااریبن. کمترین واریانسا در میان کلیه برآوردگرها با توزیع مجانبی نرمال با میانگین تتا داره. یعنی هیچ برآوردگری نمیتونید پیدا کنید که به صورت مجانبی توزیع نرمال با میانگین تتا داشته باشه و واریانسش کوچکتر از معکوس اطلاعات فیشر باشه. اگر برآوردگری مثل تتا حد داشته باشیم که دارای توزیع مجانبی نرمال با میانگین تتا و واریانس تتا حد باشه، قطعاً واریانس تتا حد بزرگتر یا مساوی معکوس اطلاعات فیشره. البته اینم باید بنویسیم تتا حد. اینجاست که برآوردگر حداکثر درست نمایی تیر خلاصا در نمونه‌های بزرگ میزنه. یعنی در نمونه‌های بزرگ ما دنبال یه برآوردگر بهتری نسبت به حداکثر درست نمایی نباید باشیم. این برآوردگر بهترین برآوردگره. نکته بعدی اینه که این خواصی که توضیح دادیم ادعایی در خصوص نااریبی برآوردگر حداکثر درست نمایی در نمونه‌های کوچیک نداره. ادعایی در خصوص نرمال بودن برآوردگر در نمونه‌های کوچیک نداره. ادعایی در خصوص کارایی برآوردگر در نمونه‌های کوچیک نداره. هرچند که در برخی موارد ممکنه که برآوردگر حداکثر درست نمایی در نمونه‌های کوچیک نااریب یا نرمال هم باشه. به طور مثال x بار که تخمین حداکثر درست نمایی از میو مبتنی در توزیع نرماله نااریب هم هست. توزیع دقیقش در نمونه‌های کوچیک هم نرماله چون جامعه نرماله. اگر برآوردگر حداکثر درست نمایی به طور اتفاقی در نمونه‌های کوچیک دارای توزیع نرمال و نااریب باشه، این برآوردگر کارا هم هست. دیگه نیاز نیست بگیم در نمونه‌های بزرگ یا به طور مجانبی کاراست، در نمونه‌های کوچیک هم کاراست. در قضیه بعدی یعنی نابرابری کرامر راو به این موضوع بیشتر اشاره میکنیم. خاصیت
بعدی برآوردگر حداکثر درست نمایی نابرابری کرامر راو هست. این ویژگی مربوط به نمونه‌های کوچیکه. خواص قبلی همگی در خصوص نمونه‌های بزرگ. فرض کنید تتا هت یک برآوردگر ناعریب از پارامتر تتا باشه. تتا هت میتونه برآوردگر حداکثر درست نمایی باشه که در برخی موارد این اتفاق ممکنه بیفته، یا میتونه هر برآوردگر ناعریب خطی یا غیر خطی دیگه ای باشه. قضیه یا نابرابری کرامر راو میگه که واریانس این برآوردگر ناعریب حتما بزرگتر یا مساوی معکوس عدد اطلاعاته. اینجا کاری نداریم که این عبارت واریانس مجانبی برآوردگر حداکثر درست نمایی هم هست. فقط میخوایم بگیم در نمونه‌های کوچک واریانس یک برآوردگر ناعریب برابر یا بزرگتر از این مقداره. به همین دلیل این کمیت ها مرز مینیموم واریانس باند یا MVB مینامند. اسم دیگرش کرامر راو لویر باند، مرز پایین تر کرامر راو هست. اصطلاحاً میگیم روش حداکثر درست نمایی مرز مینیموم واریانس را برای یک برآوردگر ناعریب به دست میاره. اینجا به جای برآوردگر بهتره بنویسیم روش، چون ما به برآوردگر حداکثر درست نمایی توی این خاصیت کاری نداریم. لذا اصلاحش میکنم. یعنی اگر ما یه برآوردگر ناعریبی تعریف کردیم که تصادفاً واریانس اون برابر معکوس اطلاعات بود، دیگه به خودمون زحمت ندیم دنبال یه برآوردگر بهتر باشیم. ما بهترین برآوردگر رو در اختیار داریم. اگر برآوردگر ناعریبی دارای توزیع نرمال با میانگین تتا و واریانس I-1 تتا، یعنی معکوس اطلاعات باشه، اون برآوردگر بهینه یا کارا یا برآوردگر ناعریب با حداقل واریانس مینیموم واریانس unbiased یا به اختصار MVU خواهد بود. نکته مهم اینه که ما به چنین مرزی ممکنه هیچ وقت نرسیم. یعنی نتونیم برآوردگری رو تعریف کنیم که ناعریب باشه و واریانس اونم برابر MVB مینیموم واریانس باند باشه. اینطور نیست که الزاماً یه برآوردگر ناعریب با واریانس MVB معکوس اطلاعات حتما وجود داشته باشه. به عبارت دیگه رسیدن به مرز پایین کرامر راو یه شرط کافی برای کارایی یک برآوردگر ناعریبه و عدم ارضای این شرط به این مفهوم نیستش که برآوردگر ما ناعریب و کارا نیست. یه برآوردگر MVU میتونه به مرز پایین کرامر راو نرسه. به عبارت دیگه از این عبارت بالایی پایینی یا نتیجه میگیریم، ولی از این عبارت پایینی نمیتونیم به این عبارت بالایی برسیم.
به طور مثال یک نمونه تصادفی از توزیع نرمال را در نظر بگیرید. همونطور که قبلا توضیح دادیم تخمین حداکثر درست نمایی بر اساس این توضیح x باره، تخمین حداکثر درست نمایی از میو x باره. بعدا هم براتون نشون میدیم که تخمین حداکثر درست نمایی از واریانس این توضیح هم برابر این عبارته. تخمین حداکثر درست نمایی از میو یعنی x بار ناعریبه، اما تخمین حداکثر درست نمایی از واریانس ناعریب نیست. هرچند که این برآوردگر به طور مجانبی ناعریبه، سازگارم هست. اما شما میدونید که S2 یه برآوردگر ناعریب از سیگما 2. یعنی اگر در مخرج کسر به جای n المنت های یکا استفاده بکنیم برآوردگر واریانس ناعریب میشه. x بار و S2 هر دو MVU هن. این شرط برای x بار برقراره. x بار در نمونه های کوچیک دارای توزیع نرماله چون جامعه نرمال هست. به علاوه x بار در نمونه های کوچیک ناعریبه و واریانسش هم نشون دادیم که معکوس اطلاعاته. لذا نتیجه میگیریم که x بار مینیموم واریانس آن بایسه، یه برآوردگر ناعریب با حداقل واریانسه. اما این شرط در مورد S2 برقرار نیست، فقط به صورت مجانبی دارای توزیع نرماله. واریانسش هم معکوس اطلاعات نیست. اما با این حال S2 هم MVUه. یعنی شما هیچ برآوردگر ناعریب دیگه ای نمیتونید پیدا بکنید که واریانسش از S2 کمتر باشه. S2 بهترین برآوردگر ناعریب در میان کلیه برآوردگرهای خطی و غیر خطی. وقتی واریانس S2 را حساب کردیم خواهید دید که واریانس S2 بزرگتر از معکوس اطلاعات. لذا S2 MVU هست اما به مرز مینیموم واریانس نمیرسه. خاصیت پنجم برآوردگر حداکثر درست نمایی خاصیت تغییر ناپذیری یا اینوریانس هست. مطابق این خاصیت اگر تخمین حداکثر درست نمایی از پارامتر تتا حد باشد، آنگاه تخمین حداکثر درست نمایی از هر تابعی از تتا مثل جی تتا همان تابع از تتا حد خواهد بود. یعنی تخمین حداکثر درست نمایی از جی تتا هم جی تتا حد خواهد بود. به طور مثال تخمین حداکثر درست نمایی از تتا به توان 2 تتا حد به توان 2 خواهد بود. تخمین حداکثر درست نمایی از تتا به توان 2 به علاوه تتا حد به توان 2 به علاوه تتا حد خواهد بود و الی آخر. به طور مثال خواهید دید که تخمین حداکثر درست نمایی از واریانس جامعه، یک جامعه نرمال، این عبارت خواهد بود. اینجا هم یه 2 جا افتاده. لذا تخمین حداکثر درست نمایی از سیگما جذر این عبارت هستش. یا اگر تخمین حداکثر درست نمایی از میو x بار باشه، تخمین حداکثر درست نمایی از ای به توان میو ای به توان x باره.
در این قسمت میخوایم خواص برآوردگر حداکثر درست‌نمایی برای حالتی که توزیع جامعه شامل کی پارامتر هست را توضیح بدیم. همه نتایج و خواص برآوردگر حداکثر درست‌نمایی که قبلا شرح دادیم میشه به حالتی که توزیع جامعه دارای کی پارامتر هست تعمیم داد. خیلی از توزیع‌ها بیش از یک پارامتر دارن. به طور مثال توزیع نرمال شامل 2 تا پارامتر میو و سیگما 2 هست، یا توزیع تی شامل 3 پارامتر میو، سیگما 2 و درجه آزادیه. در این حالت تتا بردار پارامترهای توزیعه که شامل کی پارامتر تتا 1، تتا 2 تا تتا کی میشه. تاب چگالی یا درست نمایی هم مثل سابق نوشته میشه. گفتیم که تابع درست نمایی همون تابع چگالی احتمال مشترک داده های نمونه است. بردار x هم کمیت های تصادفی نمونه از x1 تا xn هست. بردار مشتقات اول را برابر 0 قرار میدیم. اینجا کی معادله در کی مجهول داریم که از حل اونها تخمین های حداکثر درست نمایی از تتا به دست میاد. این بردار مشتقات اول را بردار گرادیانت یا بردار اسکور هم مینامند و با جی تتا یا اس تتا نشون میدن. قضیه میگه برآوردگر حداکثر درست‌نمایی دارای توزیع مجانبی نرمال با میانگین تتا و ماتریس واریانس کوواریانس معکوس ماتریس اطلاعات، یعنی آی منفی 1 تتاست. عدد اطلاعات اینجا میشه ماتریس اطلاعات، اینفورمیشن ماتریکس. ماتریس اطلاعات از این رابطه به دست میاد. منفی امید ریاضی مشتق دوم لگاریتم تابع درست نمایی نسبت به تتا. معکوس این عبارت ماتریس واریانس کوواریانس برآوردگر حداکثر درست نمایی رو به ما میده. منظور از واریانس بردار تخمین های تتا هست یه ماتریس واریانس کوواریانس کی در کی هست. قضیه میگه این ماتریس واریانس کوواریانس معکوس ماتریس اطلاعات. این ماتریس اطلاعات مشابه حالت یه پارامتری تعریف میشه، با این تفاوت که مشتق دوم لگاریتم تابع درست نمایی نسبت به پارامترهای تتا تبدیل به یه ماتریس کی در کی میشه. مشتق اول یک بردار بود که گفتیم بهش میگیم بردار گرادیانت یا اسکور. اگر من میخواستم مؤلفه های این بردار رو بنویسم، مؤلفه اولش میشد مشتق لگاریتم تابع درست نمایی نسبت به تتا 1. مؤلفه دوم میشه مشتق لگاریتم تابع درست نمایی نسبت به تتا 2 و الی آخر تا مؤلفه انوم که میشه مشتق لگاریتم تابع درست نمایی نسبت به تتا 1. از این بردار اگر مجددا نسبت به تتا مشتق بگیریم به یک ماتریس میرسیم که نتیجهش رو اینجا ملاحظه میکنید. به این ماتریس هم اصطلاحاً میگن ماتریس هشن، ماتریس مشتقات دوم. منفی امید ریاضی این ماتریس ماتریس اطلاعات را به ما میده که اگر معکوسش بکنیم
ماتریس واریانس کوواریانس برآوردگر حداکثر درست نمایی به دست میاد. به این ترتیب نابرابری کرامر راو در حالت ماتریسی به این صورت بیان میشه: اگر بردار برآوردگرهای تتا یعنی تتا هت ناعریب باشند، آنگاه ماتریس واریانس کوواریانس تتا هت منهای معکوس ماتریس اطلاعات یک ماتریس مثبت نیمه معین خواهد بود. این اختلاف یه ماتریس پازیتیو سمای دفینیت مثبت نیمه معین است. این بیان ماتریسی نابرابری کرامر راوه. عبارت مثبت نیمه معین معادل همون بزرگتر و مساوی صفره. عناصر روی قطر اصلی این ماتریس واریانس هست. واریانس هر یک از مؤلفه های تتا هت. عناصر روی قطر اصلی این ماتریس هم مرز مینیموم واریانس MVB ها را به ما میده. یعنی واریانس تک تک تخمین ها از مرز مینیموم واریانس که توسط قطر اصلی این ماتریس مشخص میشه بزرگتره. پازیتیو سمای دفینیت مثبت نیمه معین بودن دلالت بر اون داره که عناصر روی قطر اصلی چنین ماتریسی بزرگتر یا مساوی صفره. البته تعریف یک ماتریس مثبت نیمه معین این نیست، یه چیز دیگه است. اما یکی از خواص چنین ماتریسی اینه که عناصر قطر اصلیش غیر منفیه. لذا واریانس هر کدوم از این تخمین ها بزرگتر یا مساوی مرز مینیموم واریانسه. عناصر روی قطر اصلی این ماتریس بزرگتر یا مساوی عناصر روی قطر اصلی این ماتریسه. گفتیم که مثبت نیمه معین بودن دلالت‌های خیلی بیشتری داره. دلالت‌هاش اینه که این مرز مینیموم واریانس فقط در مورد تک تک تخمین‌ها نیست. برای هر ترکیب خطی دلخواه از تخمین‌ها هم این مرز وجود داره که بر اساس این ماتریس مشخص میشه. وارد جزئیات بیشتر نمیخوایم بشیم. شما رو برای توضیحات بیشتر در خصوص ماتریس‌های مثبت معین، ماتریس‌های مثبت نیمه معین، کارایی برآوردگرها در حالت ماتریسی و نظایر اون ارجاع میدیم به ویدیو جبر ماتریس ها و ویدیوهای اقتصاد سنجی ماتریسی که قبلا در آپارات و یوتیوب بارگذاری شده. در این قسمت مثالی در خصوص برآوردگر حداکثر درست نمایی برای حالت ماتریسی، یعنی زمانی که توزیع بیش از یک پارامتر داره، ارائه میکنیم. برای این منظور توزیع نرمال انتخاب شده که دارای دو پارامتر میو و سیگما 2 هست. یک نمونه تصادفی از توزیع نرمال با پارامترهای میو و سیگما 2 انتخاب کردیم و میخوایم تخمینهای حداکثر درست نمایی برای این پارامترها را به دست بیاریم. قبلا تخمین حداکثر درست نمایی از میو را با فرض معلوم بودن سیگما 2 براتون توضیح دادیم. اما در این مثال فرض میکنیم که میو و سیگما 2 هر دو پارامترهای نامعلومی هست. یک نمونه تصادفی به حجم n از توزیع نرمال انتخاب میکنیم.
خردار تتا شامل پارامترهای میو و سیگما 2. تابع درست نمایی را تشکیل میدیم. قبلا هم این تابع را با فرض معلوم بودن سیگما 2 براتون نوشته بودیم. تابع درست نمایی صرف نظر از معلوم بودن یا نبودن سیگما 2 به این صورت. از این تابع لگاریتم میگیریم و لگاریتم تابع درست نمایی را به این صورت می‌نویسیم. وقتی سیگما 2 کمیت معلومی بود، مشتق این تابع را فقط نسبت به میو میگرفتیم. ولی الان مشتق این تابع را نسبت به سیگما 2 هم به دست میاریم و اونا برابر 0 قرار میدیم. وقتی مشتق این تابع را نسبت به میو برابر 0 قرار میدیم، تخمین حد اکثر درست نمایی از میو به دست میاد که x بار هست. تا اینجای کار را قبلا انجام داده بودیم، ولی در این مثال مشتق این تابع را نسبت به سیگما 2 هم میگیریم و برابر 0 قرار میدیم تا تخمین حد اکثر درست نمایی از سیگما 2 هم به دست بیاد. میتونید خودتون رو به راحتی متقاعد بکنید که مشتق این تابع نسبت به سیگما 2 برابر این عبارت میشه که اگر اونا برابر 0 قرار بدیم، تخمین حد اکثر درست نمایی از سیگما 2 به این صورت استخراج میشه. توجه هم بکنید که به محض اینکه این مشتق ها را برابر 0 قرار میدیم، میو و سیگما 2 تبدیل به میو حت و سیگما حت به توان 2 میشن، چون به ازای این تخمین ها این دو عبارت مشتق برابر 0 هستن. اینجا هم سیگما 2 رو بهتر بود سیگما حت 2 ml می نوشتیم. بنابراین ملاحظه می کنید که تخمین حد اکثر درست نمایی از سیگما 2 کمی متفاوت از فرمول S2 هست که ما در آمار برای تخمین سیگما 2 استفاده می کردیم. اینجا مخرج n، ولی در فرمول S2 مخرج n منهای 1. میدونیم که S2 یه برآوردگر ناقریبه. تخمین حد اکثر درست نمایی از میو یعنی x بار هم ناقریبه، ولی تخمین حد اکثر درست نمایی از سیگما 2 ناقریب نیست. روش حد اکثر درست نمایی هم چنین ادعایی نداره. در حالت کلی تخمین های حد اکثر درست نمایی سازگار و به طور مجانبی ناقریب و کارا هستند که این خاصیت ها برای این تخمین ها برقراره. سیگما حت 2 ml یعنی این عبارت برابر n منهای 1 تقسیم بر n ضرب در S2 یعنی این عبارت. این کاملا مشخصه. اگر از دو طرف این رابطه امید ریاضی بگیرم، مشخص میشه که سیگما حت 2 ml ناقریب نیست، چون امید ریاضی این عبارت میشه n منهای 1 تقسیم بر n ضرب در سیگما 2. اما وقتی حد این امید ریاضی رو حساب میکنم، حد n منهای 1 تقسیم بر n وقتی که n به سمت بی نهایت میل میکنه میشه 1 و لذا حد این امید ریاضی برابر سیگما 2 میشه.
لذا برآوردگر حداکثر درست نمایی برای سیگما 2 به لحاظ مجانبی به طور مجانبی ناقریبه. پلیم یا حد احتمال این عبارت هم کاملا مشخصه که سیگما 2 است. لذا این برآوردگر سازگارم هست. در ادامه میخوایم ماتریس اطلاعات ها که یک ماتریس 2x2 هست تشکیل بدیم و با معکوس کردن اون واریانس مجانبی برآوردگرهای حداکثر درست نمایی از میو و سیگما 2 رو به دست بیاریم. برای این منظور باید مشتق دوم لگاریتم درست نمایی، لگاریتم تابع درست نمایی نسبت به پارامترهای میو و سیگما 2 محاسبه بشن. ما به عناصر این ماتریس نیاز داریم. مشتق دوم لگاریتم تابع درست نمایی نسبت به میو و مشتق دوم لگاریتم تابع درست نمایی نسبت به سیگما 2 که روی قطر اصلی این ماتریس قرار میگیرن و دو تا مشتق دوم متقاطع که خارج از قطر اصلی قرار میگیرن. برای این مؤلفه باید مشتق دوم لگاریتم تابع درست نمایی یا اول نسبت به میو و بعد سیگما 2 به دست بیاریم و برای این مؤلفه هم باید مشتق دوم لگاریتم تابع درست نمایی یا اول نسبت به سیگما 2 و بعد نسبت به میو محاسبه کنیم. این دوتا مشتقات دوم متقاطع هم باید یکسان باشن. در واقع ماتریس مشتقات دوم یا ماتریس هشن متقارنه. این مشتقات دوما به دست میاریم. مشتق اول لگاریتم تابع درست نمایی نسبت به میو این عبارت بود. از این تابع باید دوباره نسبت به میو مشتق بگیرم. اما قبل از اون اینا میو میکنم، این عبارت میو مساوی با صفرم بر میدارم تا بتونم دوباره ازش نسبت به میو مشتق بگیرم. خودتونا به راحتی میتونید متقاعد بکنید که مشتق این عبارت یعنی مشتق دوم لگاریتم تابع درست نمایی نسبت به میو که میشه مشتق این عبارت نسبت به میو برابر میشه با منفی n تقسیم بر سیگما 2. چون سیگما در میو میشه n میو که مشتقش نسبت به میو میشه n. به این ترتیب حاصل مشتق این عبارت نسبت به میو میشه منفی n تقسیم بر سیگما 2. این نتیجه رو اینجا نوشتیم. مشتق دوم لگاریتم تابع درست نمایی نسبت به میو برابر n تقسیم بر سیگما 2. ما برای ماتریس اطلاعات به منفی امید ریاضی مشتقات دوم نیاز داریم. منفی امید ریاضی این عبارت n تقسیم بر سیگما 2 میشه. چون این یک کمیت ثابته. حالا مشتق دوم لگاریتم تابع درست نمایی یا نسبت به سیگما 2 میگیریم. مشتق اولش رو قبلا به این ترتیب به دست آوردیم. باز این علامت‌های تخمین و عبارت مساوی با صفر رو برمی‌داریم تا بتونیم مشتقش رو حساب بکنیم. مشتق این عبارت نسبت به سیگما 2 هم با توجه به قواعد مشتق‌گیری به این صورت به دست میاد که اینجا نوشتیم. باز منفی امید ریاضی این عبارت ها ما در ماتریس اطلاعات نیاز داریم که میشه n تقسیم بر 2 تا سیگما 4. نحوه محاسبه منفی امید ریاضی این عبارت توی این خط توضیح داده میشه.
امید ریاضی جمله اول که یک کمیت ثابت هست خودش میشه. دقت بکنید که متغیر تصادفی در اینجا xi هست، بقیه پارامترهای ثابتن. لذا امید ریاضی این جمله دوم میشه امید ریاضی صورت تقسیم بر سیگما به توان 6. امید ریاضی از این سیگما عبور میکنه. امید ریاضی xi منهای میو به توان 2 هم بنا به تعریف سیگما 2. مجموع این سیگما 2 میشه n سیگما 2 که بعد از ساده سازی کل این عبارت حاصل میشه n تقسیم بر 2 تا سیگما 4 که اینجا نوشتیم. برای تشکیل ماتریس اطلاعات ما به مشتقات دوم متقاطع هم نیاز داریم. مشتقات دوم متقاطع برابر این عبارت به دست میاد. از لگاریتم تابع درست نمایی یک بار نسبت به میو، یعنی اول نسبت به میو و بعد نسبت به سیگما 2 مشتق میگیریم. یه بارم از این تابع اول نسبت به سیگما 2 و بعد نسبت به میو مشتق میگیریم که در هر دو حالت باید نتیجه یکسانی برابر این عبارت حاصل بشه. در اینجا ما مشتق اول را نسبت به میو به دست آوردیم. حالا باید از این تابع نسبت به سیگما 2 مشتق بگیرم. لذا مخرج میشه سیگما به توان 4. یعنی حاصل مشتق این عبارت نسبت به سیگما 2 میشه منفی سیگما xi منهای میو تقسیم بر سیگما به توان 4. به همین ترتیب باید مشتق این عبارت رو نسبت به میو بگیرم. مشتق این عبارت هم نسبت به میو میشه منفی سیگما xi منهای میو تقسیم بر سیگما به توان 4. لذا این مشتقات متقاطع برابر این عبارتی میشه که اینجا نوشتیم. منفی امید ریاضی این عبارت هم، یعنی این عبارت که در ماتریس اطلاعات میاد، برابر صفره، چون امید ریاضی xi منهای میو صفره. لذا عناصر خارج از قطر اصلی ماتریس اطلاعات صفره و این ماتریس قطریه. بنابراین الان میتونیم ماتریس اطلاعات را تشکیل بدیم. منفی امید ریاضی مشتقات دومی که به دست آوردیم ما در اینجا جایگذاری میکنیم. ماتریس اطلاعات به این شکل به دست میاد. به طور مثال منفی امید ریاضی مشتق دوم لگاریتم تابع درست نمایی نسبت به میو n تقسیم بر سیگما 2 به دست اومد. یا منفی امید ریاضی مشتق دوم تابع درست نمایی نسبت به سیگما 2 n تقسیم بر 2 تا سیگما 4 به دست اومد. منفی امید ریاضی مشتقات دوم متقاطع هم که دیدیم صفر هست. معکوس این ماتریس اطلاعات ماتریس واریانس کوواریانس مجانبی برابرگرهای حداکثر درست نمایی را به ما میده. این ماتریس اطلاعات قطری هست، لذا معکوسش هم میشه معکوس عناصر روی قطر اصلی اون. به این ترتیب ما الان معکوس ماتریس اطلاعات ها که همون واریانس کوواریانس مجانبی برابرگر حداکثر درست نمایی هست در اختیار داریم. واریانس تخمین حداکثر درست نمایی از میو یعنی x بار برابر سیگما 2 تقسیم بر n هست. به علاوه
این واریانس مرز پایین کرامر راو برای هر برآوردگر ناوری به دیگه از میو هم تلقی میشه. یعنی هیچ برآوردگر ناوری خطی یا غیر خطی دیگه از میو وجود نداره که واریانسش از این مقدار کمتر باشه. در ضمن چون x بار ناعریب هست و در نمونه های کوچیک هم دارای توزیع نرماله، لذا یه برآوردگر ناعریب با حداقل واریانس یعنی MVU مینیموم واریانس آنبایست هم به حساب میاد. واریانس مجانبی تخمین سیگما حد 2 ml هم برابر این عبارته. اینجا نوشتیم اسمپتاتیک واریانس، یعنی تاکید کردیم که این عبارت واریانس مجانبی هست. واریانس مجانبی برآوردگر حداکثر درست نمایی از سیگما 2 که مرز پایین کرامر راو هم محسوب میشه. یعنی ما هر برآوردگر ناعریب دیگه‌ای مثل سیگما حد 2 تعریف بکنیم، واریانسش بزرگتر یا مساوی این مرز هست. حالا ببینیم S2 که ناعریبم هست آیا به مرز مینیموم واریانس میرسه؟ چون S2 ناعریب هست ما میتونیم مرز پایین کرامر راو را برای اون تحقیق کنیم. واریانس S2 را باید به دست بیاریم و با مرز پایین کرامر راو مقایسه کنیم. برای محاسبه واریانس S2 ما از 2 تا قضیه در آمار استفاده می کنیم. مطابق قضیه اول، اگر یک نمونه تصادفی دارای توزیع نرمال باشد، آنگاه n منهای 1 S2 تقسیم بر سیگما 2 دارای توزیع کای 2 با درجه آزادی n منهای 1. ما در یکی از ویدیوهای اقتصاد سنجی ماتریسی این قضیه را اثبات کردیم. قضیه دوم میگه اگر متغیر تصادفی W دارای توزیع کای 2 با درجه آزادی R باشد، میانگین آن R و واریانس آن 2R خواهد بود. با این دو قضیه به راحتی میتونیم واریانس S2 رو به دست بیاریم. مطابق قضیه اول این عبارت دارای توزیع کای 2 با درجه آزادی n منهای 1 هست و مطابق قضیه دوم واریانسش برابر میشه با 2R که R هم در اینجا n منهای 1. لذا واریانس این عبارت برابر 2 در n منهای 1 خواهد بود. از اینجا من میتونم واریانس S2 را به دست بیارم. کافیه که n منهای 1 تقسیم بر سیگما 2 رو به توان 2 برسونیم، از واریانس بیاریم بیرون. بعد از ساده سازی واریانس S2 برابر میشه با 2 تا سیگما 4 تقسیم بر n منهای 1. آیا واریانس S2 به مرز پایین کرامر راو میرسه؟ خیر. بزرگتر از مرز پایین کرامر راوه. اما میشه نشون داد که هنوز S2 یه برآوردگر ناعریب و کارا هست. یعنی کمترین واریانس ها در میان کلیه برآوردگرهای خطی و غیر خطی ناعریب داره. به عبارت دیگه این برآوردگر MVU مینیموم واریانس آنبایست، برآوردگر بهتری از سیگما 2، برآوردگر ناعریب بهتری از سیگما 2 نداریم. حالا واریانس
سیگما حد 2 ml، یعنی این عبارت ها با واریانس S2 مقایسه کنید. این واریانس S2 هست، اینم واریانس برآوردگر حداکثر درست نمایی از سیگما 2. این دوتا در نمونه های کوچیک با هم فرق دارن، اما در نمونه های بزرگ با هم فرقی ندارن. یعنی به لحاظ مجانبی، به طور مجانبی S2 به همون اندازه سیگما حد 2 ml خوبه. هر دوی اینها به طور مجانبی معادلن. این عبارت و این عبارت در نمونه‌های بزرگ تفاوت زیادی با هم ندارن. لذا میگیم به طور مجانبی هر دو کارا. چون وقتی صحبت از کارای مجانبی میکنیم فرقی نمیکنه که مخرج n - 1 باشه، n - 2 باشه، n به علاوه 1 باشه، همه اینا به طور مجانبی یعنی در نمونه های بزرگ معادلن. این موضوع تأثیری روی کارایی مجانبی نداره. لذا S2 هم دارای کارایی مجانبی هست، اما خب در تخمین حداکثر درست نمایی مخرج n هست. در واقع ما اگر واریانس یک برآوردگر رو در نمونه های کوچیک داشته باشیم، واریانس مجانبیش به این صورت تعریف میشه. دقت بکنید که اگر من بخوام واریانس مجانبی یا حد واریانس وقتی که n به سمت بی‌نهایت میل میکنه تعریف بکنم، همیشه واریانس مجانبی صفر میشه. حد این عبارت واریانس وقتی که n به سمت بی‌نهایت میل میکنه برابر صفر میشه. بنابراین این نمیتونه تعریف واریانس مجانبی باشه. لذا برای اینکه این حد به صفر نرسه، واریانس مجانبی به این صورت تعریف میشه. لیمیت n ضرب در واریانس تتا حد دیگه صفر نیست. حد این عبارت دوباره تقسیم بر n میشه تا در مقیاس واریانس قرار بگیره. گویی در نمونه های بزرگ این واریانس ها در یه n ضرب میکنیم و به یک n تقسیم میکنیم. این یه تریکیه برای تعریف واریانس مجانبی بدون اینکه مقیاس و ماهیت واریانس تحت تاثیر قرار بگیره. لذا بر اساس این تعریف واریانس مجانبی S2 برابر میشه با یک انوم لیمیت n ضرب در واریانس S2 که حاصل برابر میشه با 2 تا سیگما 4 تقسیم بر n. ملاحظه میکنید واریانس مجانبی S2 با واریانس مجانبی سیگما حد 2 ml یکسان هست. یعنی به هنگام تخمین میانگین مجانبی S2 یا واریانس مجانبی S2 فرقی نمیکنه که در مخرج n باشه، n - 1 باشه، n به علاوه 1 باشه یا n به علاوه هر کمیت ثابت دیگه. واریانس همه این S2 به طور مجانبی برابر مرز پایین کرامر راوه که اینجا هم ملاحظه میکنید. ببینیم واریانس برآوردگر حداکثر درست نمایی از سیگما 2 در نمونه‌های کوچیک چقدره. میخوام واریانس این تخمینا در نمونه‌های کوچیک حساب کنم. گفتیم که سیگما حد 2 ml برابر n - 1 تقسیم بر n ضرب در S2. این موضوع با توجه به تعریف S2 و سیگما حد 2 ml کاملا واضحه. حالا n - 1 تقسیم بر n رو به توان 2 میرسونیم، از واریانس میاریم بیرون. حالا اگر به جای واریانس S2 هم جایگزین کنم، حاصل برابر میشه با 2 در n - 1 تقسیم بر n2 ضرب در سیگما به توان 4.
این واریانس کمتر از مرز پایین کرامر راوه. اما این تخمین از واریانس ناقریب نیست که بخوایم واریانسش رو با مرز پایین کرامر راو مقایسه بکنیم. در واقع اینجا مرز پایین کرامر راو قابل کاربرد نیست. باز این دوتا عبارت به طور مجانبی یکسانند. یعنی در نمونه های بزرگ تفاوتی بین این دوتا عبارت نیست. یعنی اگر بخوام واریانس مجانبی برآوردگر سیگما حد 2 ML از همین فرمول به دست بیارم، دقیقاً به این عبارت میرسم. معکوس ماتریس اطلاعات هم این عبارت ها به عنوان واریانس مجانبی برآوردگر حداکثر درست‌نمایی از سیگما 2 به ما میده. نکته دیگه ای که اینجا بهش اشاره شده و موضوع جالبی هم هست اینه که اگر من بخوام میانگین مربع خطا یعنی MSE مین اسکوئر ارور را حداقل کنم، استو باید به این صورت تعریف بشه. یعنی در مخرج استو من باید n به علاوه 1 رو استفاده کنم. اگر بخوایم استو ناقریب باشه و واریانسش هم تو نمونه های کوچیک کمترین باشه، مخرج باید n منهای 1 باشه. یعنی اگر واریانس رو بخوام به شرط ناقریبی حداقل بکنم، مخرج باید n منهای 1 باشه. اما اگر هدف رو حداقل کردن MSE بذارم که برابر تورش به توان 2 به علاوه واریانسه، مخرج S2 باید n به علاوه 1 باشه. در این صورت MSE برای S2 حداقل میشه. هرچند که گفتیم همه این S2 ها به لحاظ مجانبی معادلن و کارایی مجانبی یکسانی دارن. مادامی که حجم نمونه ما بزرگه و ما دغدغه ناقریبی مجانبی و کارایی مجانبی رو داریم، مخرج میتونه n به علاوه هر کمیت ثابتی یا n منهای هر کمیت ثابت دلخواهی باشه. هرچند که ما ممکنه ترجیح بدیم تخمین حداکثر درست‌نمایی رو برای نمونه های بزرگ استفاده کنیم و در مخرج n استفاده کنیم. نکته بعدی که اینجا آوردیم اشاره مجدد به خواص برآوردگر حداکثر درست‌نمایی داره. قبلا گفتیم که x بار به عنوان یک برآوردگر حداکثر درست‌نمایی دارای توزیع مجانبی نرمال با میانگین میو و واریانس سیگما 2 تقسیم بر n. نتیجه مشابهی در مورد سیگما حد 2 ML به عنوان برآوردگر حداکثر درست‌نمایی به دست میاد. سیگما حد 2 ML یا S2 فرقی نمیکنه. دارای توزیع مجانبی نرمال با میانگین مجانبی سیگما 2 و این واریانس مجانبی هست که قبلا به دست آوردیم. لذا از این نتیجه هم میتونیم برای استنباط‌های آماری در مورد پارامتر سیگما 2 استفاده کنیم. موضوع دیگه ای که میخوایم در موردش نکاتی رو بیان بکنیم تخمین عدد اطلاعات یا ماتریس اطلاعات. عدد اطلاعات یا ماتریس اطلاعات تابع از پارامترهای جامع است که باید برآورد بشه یا تخمین زده بشه. بعد از تخمین این عدد اطلاعات یا ماتریس اطلاعات هستش که میتونیم با معکوس کردنش واریانس مجانبی یا ماتریس واریانس کوواریانس مجانبی برآوردگر حداکثر درست‌نمایی رو به دست بیاریم. ما روابط رو به صورت غیر ماتریسی می‌نویسیم، ولی بر اساس توضیحاتی که قبلا دادیم به راحتی همه اینها رو میشه به صورت ماتریسی هم نوشت. برای محاسبه این عبارت باید امید ریاضی مشتق دوم تابع درست‌نمایی معلوم باشه. در مثالایی که تا حالا براتون زدیم به راحتی تونستیم
امید ریاضی این مشتق دوم رو با روش‌های حل تحلیلی دقیق به دست بیاریم، اما همیشه اینطور نیست. اما واقعیت اینه که این برآوردگر به ندرت در دسترسه، چون مشتق دوم تابع درست نمایی معمولاً تابع غیر خطی از مشاهدات نمونه است که امید ریاضی اونا نمیشه به راحتی محاسبه کرد. یعنی روش‌های حل دقیق معمولاً برای اون وجود نداره. اما میشه نشون داد که حتی اگر این امید ریاضی هم برداریم، هنوز این عبارت یه تخمین صحیح از عدد اطلاعات یا ماتریس اطلاعات ها به ما میده. به این عبارتی که امید ریاضیشو برداشتیم و برای تخمین اطلاعات فیشر ازش استفاده میکنیم، عدد اطلاعات مشاهده شده یا اطلاعات فیشر مشاهده شده میگن. البته در عمل به جای تتا هم هر جا که لازم باشه باید تتا حتی اینجا جایگزین کنیم. این برآوردگر که اطلاعات مشاهده شده اسمشو گذاشتیم، به لوازم جانبی ناعریبه یا بهتره بگیم سازگاره. یعنی تخمین سازگاری از این امید ریاضی به ما میده. دلیلش هم خیلی پیچیده نیست، چون اگر نمونه ما تصادفی یا IID باشه، لگاریتم تابع درست‌نمایی برابر مجموع لگاریتم ها برابر مجموع لگاریتم چگالی ها برای هر کمیت تصادفی نمونه است. حالا اگر از دو طرف این رابطه دو بار مشتق بگیریم، به این رابطه میرسیم که اینجا ملاحظه میکنید و بر اساس قانون اعداد بزرگ میدونیم که این مجموع در نمونه های بزرگ میل میکنه به سمت امید ریاضیش. خطای معیارم بر اساس اطلاعات فیشر مشاهده شده از این رابطه به دست میاد. اطلاعات فیشر را معکوس میکنیم که واریانس مجانبی رو به دست بیاریم و جذر اون خطای معیار را به ما میده. لذا فاصله اطمینان یک منهای آلفا در نمونه های بزرگ برای تخمین حداکثر درست‌نمایی از تتا به این صورت ساخته میشه. روش دیگه برای تخمین واریانس و خطای معیار برآوردگر حداکثر درست‌نمایی استفاده از این خاصیت هست. میشه نشون داد که امید ریاضی مشتق اول لگاریتم تابع درست‌نمایی به توان 2 برابر منفی امید ریاضی مشتق دوم لگاریتم این تابع. اینم یکی از خواص برآوردگر حداکثر درست‌نماییه. البته این تساوی تحت شرطی به نام ریگولاریتی برقراره. اما ما عموما مشکلی با این شرط نداریم. یعنی این شرط که نمیخوایم وارد جزئیاتش هم بشیم عموما برقراره. در حالت ماتریسی هم این خاصیت به این صورت نوشته میشه: امید ریاضی مشتق اول لگاریتم تابع درست‌نمایی ضرب در ترانسپوزش که برابر با منفی امید ریاضی مشتق دوم یا ماتریس هشن هست. اصطلاحاً مشتقات اول را بردار اسکور میگن که همون گرادیانت تابع درست‌نمایی نسبت به پارامتراست. گرادیانت لگاریتم تابع درست‌نمایی نسبت به پارامتراست. در این روش برای تخمین واریانس‌ها و خطای معیار ما فقط به مشتقات اول نیاز داریم. لذا در برخی موارد راحت‌تر هستش که از این رابطه برای تخمین اطلاعات فیشر یا ماتریس اطلاعات استفاده کنیم. در ضمن توجه بکنید که تعریف اطلاعات فیشر این عبارته:
منفی امید ریاضی مشتق دوم تعریف اطلاعات فیشر نیست. تعریف اطلاعات فیشر این عبارت، منتها تحت شرط ریگولاریتی میتونم از این عبارتم برای محاسبه اطلاعات فیشر استفاده کنم. یا تعریف ماتریس اطلاعات این امید ریاضی هست و اگر شرط ریگولاریتی برقرار بود میتونم از این رابطه هم ماتریس اطلاعات رو به دست بیارم. یا بر اساس مشتق دوم بدون این امید ریاضی، یعنی اطلاعات مشاهده شده، این ماتریس اطلاعات را برآورد کنم. بنابراین ما فقط جهت سادگی از ابتدا ماتریس اطلاعات را برابر این عبارت تعریف کردیم. مطابق تعریف ماتریس اطلاعات برابر این عبارت هست و اگر شرط ریگولاریتی برقرار بود که عموما هم برقرار هست، میشه ماتریس اطلاعات را از این رابطه هم به دست آورد. حالا سوال اینجاست که این عبارت ها چطور تخمین بزنیم؟ خیلی وقتا امید ریاضی این عبارت ها به روش حل دقیق نمیتونیم به دست بیاریم. این عبارت حاصل ضرب مشتقات ممکنه که یک تابع غیرخطی پیچیده از x ها در نمونه باشه که امید ریاضی اونا به سادگی نتونیم به دست بیاریم. بنابراین باز باید در اینجا هم یه جوری خودمون رو از این امید ریاضی خلاص کنیم. لذا قبل از اینکه این عبارت رو تخمین بزنیم ببینیم تا کجا میتونیم اونا ساده کنیم. میخوام این عبارت امید ریاضی رو ساده کنم. مشتق لگاریتم تابع درست نمایی برابر مجموع مشتقات لگاریتم تابع درست نمایی برای همه مشاهدات. اینجا به جای LI باید بنویسم LN LI. حالا اگر این جایگذاری رو انجام بدم، ماتریس اطلاعات میتونه به صورت امید ریاضی این حاصل ضرب نوشته بشه. حالا اگر جملات این دو پرانتز را در هم ضرب بکنم، حاصل را میشه به این صورت نوشت. توجه بکنید که ترانسپوز مشتق نسبت به بردار تتا همون مشتق نسبت به ترانسپوز بردار تتاست. ترانسپوز مشتق نسبت به بردار تتا برابر مشتق نسبت به ترانسپوز بردار تتاست. اما این عبارت امید ریاضی ساده میشه. امید ریاضی این حاصل ضربای متقاطع صفره. حالا بعدا میگیم چرا صفره. لذا اینجا حاصل ضربای متقاطع رو میتونم حذف بکنم و کنار بذارم. به این ترتیب حاصل به این صورت ساده میشه. این مشتقات نسبت به بردار تتا را ما با جی آی مخفف گرادیانت نشون دادیم. امید ریاضی این حاصل ضربای متقاطع یعنی این جملات برابر با صفره. امید ریاضی گرادیانت آی یعنی این جمله در گرادیانت جی ترانسپوز برابر با صفره به ازای آی مخالف جی. لذا این حاصل ضرب‌های متقاطع اینجا حذف شدن و این عبارت به این صورت ساده شد. یعنی ماتریس اطلاعات ساده میشه به امید ریاضی سیگمای جی آی ترانسپوز. اما ببینیم چرا امید ریاضی این حاصل ضربای متقاطع برابر با صفره. به خاطر اینکه اولا جی آی ها آی دی هستند و لذا جی آی و جی جی مستقل از همن. گفتیم نمونه تصادفیه، یعنی کمیت های تصادفی
کمیت‌های تصادفی x در نمونه IID هستند، مستقل از هم هستند. xi و xj مستقل از هم هستند. لذا هر تابعی از xi مثل gi مستقل از هر تابعی از xj مثل gj. نکته بعدی اینه که امید ریاضی gi هم صفره. این یکی از خواص روش حداکثر درست‌نماییه که ما تا حالا بهش اشاره نکرده بودیم. امید ریاضی این بردار گرادیانت برابر با صفره. لذا بر اساس این فرض که GI و GJ مستقل هستند و این خاصیت روش حداکثر درست‌نمایی که امید ریاضی بردار گرادیانت، امید ریاضی GI برابر با صفره، میتونیم نتیجه بگیریم که امید ریاضی GI GJ ترانسپوز برابر با صفره. لذا امید ریاضی سیگمای GI ترانسپوز را میتونم بنویسم امید ریاضی سیگمای GI ترانسپوز. حالا تخمین این عبارت دیگه خیلی ساده میشه. برای تخمین این عبارت کافیه که امید ریاضی را بردارم و به جای GI حتی جایگزین کنم. یعنی اگر گرادیانت تابع از تتا باشه که معمولا هست، به جای تتا حتی جایگزین میکنم، تخمین حداکثر درست‌نمایی یا جایگزین تتا میکنم و جی حتی به دست میارم. به این ترتیب واریانس برآوردگر حداکثر درست‌نمایی را میتونم از این رابطه تخمین بزنم. امید ریاضی رو از این رابطه برداشتم، به جای جی آیم جی حتی آیا جایگزین کردم. بر اساس قانون اعداد بزرگ انتظار داریم که این برآوردگر سازگار باشه. محاسبه این برآوردگر در اغلب موارد ساده تر از برآوردگرهای دیگه هم هست، چون فقط به مشتق اول نیاز داره که برای حداکثر کردن تابع درست‌نمایی این مشتق باید قبلا محاسبه شده باشه. به علاوه این عبارت همیشه مثبت معینه. این هم یه خاصیت خوبه، چون واریانس یا ماتریس واریانس کوواریانس باید مثبت معین باشه.